دارم از شما. ما در همین کسانی نه که 1.5 ساله دچار شدم. ما در لیچینی کم دیگه زورم نمیرسه که لیچینی کنم. از شما خواهش میکنم بچه جانم. همی بچه ما همی بابا جان نمش شنویدم سراغ پای کردم نبده در همی مسکوسکی تاجیکستان در دیگر جاده بده. از شما خواهش میکنم بچه جانم. می امروز به همین در رسیدم. میگه نپیرد سکن اثری رگ دایی نکنی. اگر امکانی باشه یکون چیز بمره مقصد که نگم من بچه ندارم. من دختر چما بده گلک شوردم گلک کوی میدن کود کدن نمیتون خیلی نمیدردی من دردی خداوند. بچه ما میشین همه شما با من بچه میشین بچه. اگر گفتی همون گپا که زور تو برسه بچه زیک میرسه. من پیرت سا گفتن نکن نمیدونم کسالی رگم گفتن نمیدونم چی کنم. التماس بچه های جونی شویم. من دلم میسوزه شما درای دورین مقصد که در اواره زندگی لیکن اگر بفارتون مقصد که یک خرسندی ما که مقصد که مرا یکون چی کمک کنین در یکون لیچینی ما بگیرم. بچه جانوی عزیز این 1.5 سال شده است که مقصد که به جای فرزندم باشیم به جای بچم باشیم به جای یک و دادرم باشیم 1.5 سال شده است که همین سینام خون میره و بچه جانا اینا نمیا هم شاید هم کارسه پیرت هم تنظورم نمیرسه دیگه با پیرت اینا خیلی کدومید که خدا به تطو داشته باشه این یکون چیزاکی که برای مقصد روی کنید. اینا تلیفونی کلو ندارم تلیفونی میده دارم دوشنبه سیتی دارم خبرهای تلیفونم نمرم 907 60 84 اینای دوشنبه سیتی من اگر چطور باشه او بمام برای تلیفونم 907 60 84 فامیلی هم شوی مرد و محلیقو خیلی نمیتری بچه های دنیا 1.5 سال شده است که نمیتری نمی درد و هیچ نو. سلام و درودی به پایان ما ای ملک مهاجرت به تمامی مردم سربلند تاجیکم. برادر جانوی ما خواست برای الله میتونه نمی خاله جانا یک دست کمک دراز کنین تا همین ماه مبارک شریف رمضان. برادر جانا این خاله جانی که در روی اکران میبینین طولی یک چند روز میشود که ما در مراجعت میکنه. ای سببی که ما در تاجیکستان نیستیم برادرو خیلی که بسیاریتون میدونین ما عین حال در ترکیه قرار داریم و همین سبب انا نوارشون ما در روان کردن ما گرفتیم اینا در کانال من مانده ایم که انا همه کسا شما همین خاله جانا دست کمک دراز کنین. انشاءالله که در این ماه مبارک رمضان ثوابی بهت کلان میشود. امینا چقدر زورشون آمده که بالای نوار برآمده ای خودمان خواهش کردستم برادرو. من اگر در تاجیکستان میبودم مثل دیگراش والی رفته ای پیش نوار میکردم حالشون با خوبتر و بهتر میدیدین. هر چیزی که در همینجا عیان است خودتان دیدستین همیا احتیاج دارن که مجبور شدن روی اکرام برآمدن. کدامید میتونین اشکای چشمای همین مادر نگاه کرده خواست برای الله یک دست کمک دراز کنین در ماه مبارک. برادر جانو اول میتونین در رقم های در بالای اکران بده زنگ بزنین ای هاشون پرسان شوین بعد میتونین یاردمتون برسونین برادرو. خیلی که کدامی کمی کانال بابا جان میدیا را اول تماشا کرده میدونین که همه وقت کارت خودی نیازمند گذاشته میشود. برای همین میتونین اول زنگ بزنین کدامی باور نمیکنین ببینین بعد میتونین کمکتون برسونین. در که جای باشین الله همتان نگهبان باشه خیر هممون الله قبول بگردونه برادرو. در پناه الله مهربان.